سلام دوستان عزیز، خدا کنه که خوب صحتمند و سر حال باشین. در این ویدیو درباره شادو و بادی کندل ها میخوام براتون معلومات بدم. در نخست قسمی که شما میفهمین بادی و شادوی کندل ها، بادی البته خود بدنه کندل میگن و شادو هم سایه کندل میگن. اولی من براتون رسم میکنم. این است بادی یک کندل. خوب متوجه باشین، این خیلی یک نکته مهم است که باید ما شما بفهمیم و در بعضی جای از این بسیار استفاده خوب تر میشه. ای بادی کندل است و ای هم شادو یک کندل است. خوب متوجه باشین، شادو و بادی کندل. من براتون نشون میکنم. شادو بادی چی نمیگه؟ بادی بدنه یا بدنه کندل میگه. و شادو چی نمیگه؟ شادو هم سایه کندل میگه. و یک کندل وقتی که تشکیل میشه بیشتر اوقات از یک شادو و یک بادی تشکیل میشه. و شادوها به ما شما نماینگر چی است؟ ما باید معنی زیر بفهمیم. حالا فهمیدیم که مثلا یک کندل شکلش همین قسم است، نه؟ در نخست ایره به شما میخواستم بگویم، از پیشم فراموش شد. فعلا ایره به شما میگم که یک کندل وقتی که تشکیل میشه ما شما ایره میفهمیم که یک کندل چند جزء تشکیل شده. خب فکر کنین کندل چند جزء تشکیل شده؟ جوابش حتما بگوین. بله درست فهمیدین، یک کندل از 4 بخش تشکیل شده. بالاترین قیمت، پایینترین قیمت، قیمت بسته شدن و قیمت باز شدن می باشه. و حالا میایم درباره شادوی کندل ها گپ میزنیم که شادوی کندل ها چه قسم تشکیل میشه. بیشتر اوقات شادوی کندل ها در صورت جور نامدن خریدارها و فروشنده ها تشکیل میشه. چه قسمی تشکیل میشه؟ وقتی که چند دانه خریدار است و میخواد که بازار را به طرف بالا ببره. میخواد بازار را به طرف بالا ببره، در اون صورت یک دانه کندل سبز تشکیل میشه. ما شما میفهمیم وقتی که روند سعودی میشه این قسم یک کندل سبز میباشه. فرض مثال فکر کنیم این کندل سبز تا این قسمت رفته بوده. درست است؟ ما براتون از اینجا بازم میکشم. فکر کنیم فرض مثال این یک کندل بولش است یا یک کندل سعودی است. وقتی که پس فروشنده ها از این قسمت که بالاترین قیمت یک کندل است یا های کندل برش میگن، وقتی که فروشنده ها از اینجا مفروشن، این بادی شادو پایین میاد. مثل چی؟ مثل شمعی که ما شما بعضی وقتا استفاده میکنیم در تاریکی. وقتی که روشنش میکنیم ببینین همون تارکی که دبانش از سوخته میره و همین بغلاش که خود شمع است سوخته میره و آساستا پایین آمده میره. درست است؟ یعنی معنی چیست؟ وقتی که یک کندل وقتی که طرف پایین میایه یک دانه شادو تشکیل میشه. فرض مثال فکر کنیم اگر از این نقطه کندل تا به اینجا پایین میایه، این چه قسم میشه کندل ما وقتی که پایین آمد این تبدیل میشه به یک شادو یا به یک سایه تبدیل میشه. ببینین از اینجا فرض مثال فکر کنیم بازار پایین آمد، پس از اینجا فروشنده فروختن یک کندل تشکیل شد و از این قسمت قیمت چی میشه؟ پس قیمت کندل بسته میشه و به این میگن شادوی کندل. و خود بادی کندل هم ما شما میفهمیم که این قسمت ایره به نام چی میگن؟ ایره به نام بدنه کندل میگن. این بدنه کندل است و این هم شادوی کندل است. امیدوار هستیم که از ویدیو خوشتون آمده باشه. تا یک ویدیو دیگه، الله حافظ و ناصرتون.